سلام، من امیرحسینم و اینجا دفتر فروش جذاب و زیبای اعمار توی داونتاونه، همین منطقه‌ای که توی این مارکت می‌بینید. اما امروز می‌خوام راجع به کریک هاربر صحبت کنم که چرا یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری توی دبیه. قرار مارکتمون هم ببینیم، اما با منطقه داونتاون شروع می‌کنیم چون می‌خوام کلی نکته بگم که خیلی به کریک هاربر ربط داره. داونتاون یکی از قشنگ‌ترین و زیباترین و جذاب‌ترین و شاید معروف‌ترین مناطقی که اعمار ساخته. برج خلیفه، دبی مال جزو معروف ترین چیزهایی هستند که همه دبی رو با این دوتا میشناسن. همه اینا رو هم اعمار ساخته و این منطقه جذاب الان یکی از در واقع پرفروش ترین مناطق تو بازار سکندری و یکی از جذاب ترین و لوکس ترین منطقه هاست که تقریبا تکمیل شده. همه پروژه هاش آماده است به غیر از چند تا پروژه و یه منطقه مچور، آماده، پخته، تکمیل شده با بهترین امکانات و جاذبه‌های گردشگریه. از برندهای هتلی معروف اعمار بگیر تا ساختمان‌های لوکس و جذاب اطرافش. یه نکته، دبی مال یکی از بزرگترین مال‌ها و شاپینگ مال‌های دنیاست. بلندترین برج دنیا اینجا قرار داده. فاونتین جذاب رو داریم، آبنبای بسیار جذاب، اپرا هاوس رو داریم که اینها همه جاذبه‌های گردشگری که باعث میشه سالانه میلیون‌ها توریست به خاطر همین منطقه بیان و دبی رو ببینن. پروژه هایی که از سال 2009 2010 به بعد دونه دونه این برج هایی که میبینید لانچ شدن. کسایی که اون موقع خریدن تو فاز اول به عنوان خریداران اولیه‌ای آفرن، الان تو سال 2025 بیشتر از 300-400% سود کردن. 100%، 200% روی کپیتال اپریشیشن، یعنی 2-3 برابر شدن قیمت خونه هاشون و جدا از اون ROI یا اجاره دادن واحداشون که براشون داره سود میاره. این منطقه داونتاون کریک هاربر قراره بشه یه چیزی فراتر از داونتاون، بزرگتر از داونتاون، با برجی بلندتر از برج خلیفه و حتی یه مال بلندتر و بزرگتر از دبی مال. اینا رو گفتم که بریم کریک هاربر هم ببینیم چه شکلیه و قراره به چی تبدیل بشه. و این هم منطقه جذاب و درجه یک کریک هاربر. این مارکت بزرگ و جذابی که میبینید قراره بشه کریک هاربر. هیچ کدوم از این برجایی که این منطقه رو اون قسمت میبینید هنوز نیومدن. فقط و فقط توی کریک هاربر الان کریک آیلند و کریک بیچ ساخته شده و این منطقه جذاب که تقریبا 2 برابر داونتاونه، 2 برابر بیشتر، قراره بشه داونتاون آینده. ازش به عنوان داونتاون آینده استفاده میکنن. حالا لوکیشنش کجاست؟ همونطور که میبینید اینجا رأس الخوره، زیستگاه فلامینگوها، یکی از جاذبه‌های توریستی و جذاب زیست محیطی دبی که قرار کلی پلن هم اینجا اجرا بشه در آینده که اینجا رو جای قشنگتر و توریستی تری بکنن. پس اینجا میشه لوکیشنی که منطقه جذاب کریک هاربر قرار توش وجود داشته باشه. تقریبا 1 رو 20 دقیقه تا فرودگاه و از این طرف هم کمتر از 10 دقیقه تا داونتاون فاصله داره. حالا داستان چیه؟ همونطور که میبینید قراره یه برج بلندتر از برج خلیفه اینجا ساخته بشه. هنوز هیچ اطلاعاتی ازش نیامده که چه شکلیه، چه جوریه، ولی قرار ساخته بشه. و یه مال بزرگ هم تقریبا اندازه دبی مال و شاید حتی بزرگتر هم قراره وسط این منطقه جذاب ساخته بشه. همه این پروژه ها طی سالیان آینده دونه بدونه قرار لانچ بشن و این منطقه قراره یه چیزی مثل داونتاون بشه در آینده که کلی اتفاق خوب بیفته توش. دسترسیاش خیلی راحته. 3 تا خط مترو داریم، خط متروی آبی یا بلو لاین که قراره دونه بدونه ساخته بشه از اینجا و دسترسی‌های فوق‌العاده داره. اینجا میشه فستیوال سیتی، اینجا زمینای گلف و پروژه ها و ساختمان‌های اینور. ویو خیلی خوبی نسبت به فستیوال سیتی و زمین گلف، ویو خیلی خوبی نسبت به زیستگاه فلامینگوها و رأس الخور و خود برج کریک دارن. یه منطقه‌ای که قراره برای شما دقیقاً مثل همه سرمایه‌گذارایی که توی داونتاون سرمایه‌گذاری کردن سودآوری داشته باشه. چرا اینو میگم؟ چون خود دولت امارات، خود دولت دبی کلی پلن و پروژه های شهری داره که این منطقه رو جزو مناطق درجه 1 میکنه. خط مترو قرار از اینجا بیاد وصل به این 3 تا ایستگاه مترو داریم. اعمار چند وقت پیش لانچ کرد که بزرگترین ایستگاه مترو، بلندترین ایستگاه مترو قراره
با اسم اعمار اینجا ساخته بشه که رکورد گینس هم قرار بزنه. پس این منطقه قرار فوق‌العاده جاذبه‌های توریستی و گردشگری داشته باشه. دقیقاً یه چیزی مثل اعمار و یه چیزی مثل داونتاون و حتی بزرگتر و بهتر از داونتاون. کلی پارک‌های تفریحی، فضای سبز، ریتیل شاپ‌ها، مراکز خرید، بیمارستان، مدرسه و هر آن چیزی که یه منطقه جذاب بعد داشته باشه. همین الان همونطور که گفتم این منطقه آماده شده، این منطقه هم همینطور و دونه دونه پروژه های اینجا دارن لانچ میشن. کسایی که چند سال پیش اینجا خریدن همین الان سودشون رو کردن، کپیتال اپریشیشن یا افزایش سرمایه‌شون رو داشتن، خیلی از واحداشون رو دادن اجاره و دارن درآمد حاصل از اجاره کسب میکنن. و ببینید اگر اینا ساخته شه، این برج ساخته شه در کنار این لوکیشن جذاب رأس الخور، چه اتفاقای خوبی قراره برای این منطقه بیفته. برای همینه که تاکید میکنیم روی لوکیشن درجه 1 کریک هاربر کنار رأس الخور، اونم با سازنده اعمار که یکی از بهترین سازنده های دنیاست.